پس زندگی میزنی بعد از کشتن این همه آدم. تو شوهر منو کشتی. پس حالا ازم متنفر باش، ازم بترس باشه. خیلی سخت داری منو تحمل میکنی مگه نه؟ همین ترس، همین نفرت و ترس خیلی مهمه، چون تو رو نزدیک من نگه میداره و باعث میشه زنده بمونی. میفهمی چی میگم؟ حالا را بیافت. ولم کن، ولم کن، یا ولم کن. اینه بنداز روت. امان، همه اون چیزی که میخواستیم باور کنن باور کردن، درسته؟ بله قربان، همه افسرهای نیروی مرزی باور کردن که این دختر پارواتیه. درست حرف بزن امان. باور کردن که این دختر مرده؟ امان. بله قربان، آدمای ما دیدن که جیب تیکه پاره شد و مرگ اونم همینطور؟ و هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه که ما جای پارواتی مانکن گذاشتیم تو جیب. آدم ما گزارش کالباچه کافه رو رد کرده و همه قبول کردن که پارواتی تو انفجار واقعا کشته شده. مرگ من؟ حالا مردم فکر میکنن که من دیگه مردم. پاروی اونا مرده. نه پارواتی، فرار نکن. بذار برم. پارواتی ولم کنین. اگه میخوای منو بکش. من همینجوریشم واسه مردمم دیگه مرده. پس بهتره دیگه بمیرم. منو بکشین. حالا که تجواد فکر میکنه تو مردی، جونت در امانه. راه دیگه ای نداشتم که از دست تجواد نجاتت بدم. درو باز کن. قربان کجا میخوایم ببرینش؟ یه جا رو سراغ دارم. اون دکتر چی شد؟ میدونی؟ میخواستم بهتون بگم افسرهای ما اونو گرفتنش، ولی قبل از اینکه بتونه چیزی بگه با خوردن سیانور خودکشی کرد. عملیات موفقیت آمیز بود. حالا این دختر واسه کل دنیا مرده. اینجا من گناهکارم. من گناهکارم، بله. با اینکه قول دادم نتونستم پارو رو بیارم اینجا. من اینجا در برابر همه از شما عذر میخوام. پاروی من خودشو فدای این خاک کرد و این خاک براش ارزش داد. خونم به جوش میاد وقتی میفهمم که اون حرومزاده های نیروهای مرزی پاروی منو کشتن. اون همه جیپ اونجا بود.
یکی به من بگه چطور فقط جیپ پارو منفجر شد؟ بگید، این خیلی مشکوکه. اونم وقتی که اون افسر قاتل نیروی مرزی توش نبود. چرا اون جون سالم به در برد؟ اونا دخترمو کشتن. خون پارای من گردن اوناست. ما باید از اونا انتقام بگیریم. خون دختر من. چی میگید؟ باید ولشون کنیم؟ نه. باید بذاریم خون اون پایمال بشه؟ نه. همین اتحاد ما را زنده نگه داشته. همین به ما قوت قلب میده. تو این وضعیت وحشتناک شما جمع نشدید که گریه زاری بکنید. همه دست به دست هم میدیم و متحد میشیم و انتقام پارو رو میگیریم. شما آمدید و از من حمایت کردید و من بابت این ازتون ممنونم. پیروز باد الهه انتقام. پاروی من، پاروی من، پاروی من، پاروی من، پارو. میدونی پارو این دخترم بود. جناب راجا تاکور، من میخوام دخترم نادنینی رو ببینم. اون تو خونه نشسته و شاید هنوز از پارو خبر نداشته باشه. پاروی من، پارو. بله همینطوره. ببینم چی کار میتونم بکنم. پاروی من. فلم کن بابا، فلم کن. من نمیام بابا، خواهش میکنم بابا، فلم کن تو رو خدا. من نمیخوام جایی برم، خواهش میکنم بابا، من میخوام اینجا بمونم. بیا بابا لطفا. داداش فلش کن اگه نمیخواد اینجا بمونه. اما من نمیخوام جایی برم، تو رو خدا بهش بگین دیگه، خواهش میکنم. میخوای اینجا چه غلطی کنی؟ منتظر مادرم میمونم. اگه بیاد و من نباشم چی رودرا چی میشه؟ یه ماه گذشته، اون دیگه بر نمیگرده. خسته شدم. از بس بهت گفتم اون نمیاد. خسته شدم. از بس از مردم طعنه شنیدم. از دعواها و شکایتهای تو واقعا دیگه خسته شدم. دیگه بسه. همین الان میریم. فهمیدی؟ همین الان میریم. برو. باریکلا، هنوز یه جو عقل تو کلت مونده. منم خسته شدم از غذاهای بدمزه. اگه میخوای برو، ولی من نمیام. من دیگه به حرفت گوش نمیدم. خودت میخوای برو. رودرا رودرا، بیا اینجا. تو بهش بگو تو رو خدا. رودرا، من هم زنموتم، هم خاله تو هم خواهر بزرگش. پس بهتر است هر کسی مادرتو میشناسم. اون بر نمیگرده عزیزم. بچهش واسش مهم نیست.
چرا فکر میکنی برمیگرده؟ پس لطفاً خودتو ناراحت نکن عزیز دلم. اون هیچ وقت نه عاشق پدرت بوده و نه هم عاشق تو. موهینی، این چه حرفیه میزنی؟ اون یه بچه است. بچه ها فرشته های خدان. پس چرا باید به خدا دروغ بگیم؟ بیا بریم. رودرا نگران نباش. اگه مادرت زنگ زد بهش میگم تو جیپوری. نگران نباش، بهش میگم. زود باش منو بگیر. وایسا نیم وجبی. لباساتو عوض کن بریم یه چیزی بخوریم. زود باش، گفتم باشه. زود باش. زود باش پسر، برو دیگه. آبجی یکم زردچوبه بریز توش. چی کار کردی؟ مگه باهات اتمام حجت نکردم؟ ای با تو هم دارم با تو حرف میزنم. خصومتی با زردچوبه داری ها؟ چرا انقدر لفتش میدی؟ بدش اینجوری اینجوری. مامان جون اون همه برن بیرون غیر از اعضای خانواده، فهمیدین؟ همه برن بیرون. گم شید بیرون تا 3 میشمارم. 1 مامان جون اون دیگه کیه؟ 2 ببینید قربان، ما هیچ بیرون.
بیاین اینجا. با شما حرف میزنم. مامان این مامان جون اون مگه کری؟ گفتم برو تو. آقا شما کی هستین؟ چرا اینجوری وارد خونمون رودرا. شدین؟ پسر دل شیره. بعد این همه سال اومدی دیدن خونوادت، یعنی الان نمیخوای دست بوسی کنی ها؟ من هیچ خانواده ای ندارم. نه برو کنار. مامان جون بریم. مامان زود باش بریم. زود باش مامان. نمیخوای بدونی؟ تعجب کردی چطور فهمیدم تویی؟ من فقط زنموت نیستم، خالتم. چشمای خواهرم خوب یادمه. چشمای تو کپی چشمای خواهرمه. از همونجا شناختمه. ارباب، معلوم شد کاری کی بوده. کی تو جیب بمب کار گذاشته؟ نه ارباب، حتما یکی از اون ور مرز واسه انتقام این کارو کرده، ولی کی هنوز معلوم نیست. امیدوارم خبر مرگ دختر راست باشه. بله ارباب، گزارش کالبد شکافی رو از بیمارستان گرفتم. به زودی میفهمیم ارباب. بسیار خوب، گوش کن. اگه خانمم چیزی پرسید بهش بگو داریم تمام تلاشمونو میکنیم تا ناندینی رو پیدا کنیم. فهمیدی؟ هی، اونجوری نگام نکن. من خودم میدونم که وقتی اون دخترها از مرز رد میشن چه بلایی سر اونا میاد. این که کجا میرن ما هیچی نمیدونیم، لازمم نیست بدونیم. ولی زنم از این ماجرا بویی نبرده و هیچ وقتم نباید ببره. شیر فهم شد؟ بله ارباب.